هدف فرو بردن دولت جوان تاجیک‌ها را داشت. افسوس که جامعه همی بوده است دولت داری هم کاری آسانه، خائنان هم بسیار بودن. یکیش میخواست دولت اسلامی کند، پایبند دیگر کشور بود. دیگرش میخواست دولت دموکراتی کند، از دیگر طرف مبلغ میگیرید خواجگان دیگر کشورها داشت. دیگرش هم میخواستند که دولتی کمونیستی کنند که علاقه پاش شده بود. دیگری پارچه کردن هدفی تاجیکستان را داشت. در همین بسیار یک ورطه هلاکت بار هم حتی گویم خطا نمیکنیم. وکیلان مردمی بسیار جرأت پیدا کردند صرفی نظر از عقیده ها، صرفی نظر از اندیشه‌رانی های بد